آقا سلام و درود، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امیدوارم که حال دل تک تکتون خوب باشه. امروز اومدیم با داشمیر دوباره ریاکت بریم به ویدیوهای سم این اینستاگرامی و اکسپلور کثیف و کثافت من. داشمیر اگر حرفی داری بگو. خوبی عزیزم. نوکرتم. آقا پارت دومش اومدیم بگیریم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. ستونا لایک و سابسکرایب داش محمد یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. آقا بریم بدون اینکه کوچکترین وقفه‌ای بندازیم توی زندگیمون. لایک و کامنت و سابسکرایب رو بزن اول، که اگر نزنی اون دنیا سر پل صراط جلوتو میگیرم. اصلا اینو بذار کنار و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب داشمیر بریم ببینیم خزاخیلا چیکار کردن دوباره داخل این اینستاگرام. این اولین ویدیوه که میگه الناز ناموسن نخند. بریم ببینیم چی. ناز ناموسن نخنده. الناز لبخند تعادل شهر رو به هم میرسه. تو بخند من از نو شهر رو میسازم. الناز ناموسن آخه آقا من اینجا حرفی بزنم. میخواید حرفای عاشقانه بزنید، چرا میرینید تو قانون طبیعت؟ یعنی چی الناز بخند؟ نمیدونم واقعا چه فاجعه. حاجی یعنی چی الناز نخند؟ نمیدونم خندت میرینه تو شهر. اصلا برای چی باید همچی چیزی بشه؟ بابا تو رو حضرت عباس خدا اون بالا نشسته داره زحمت میکشه، هواداری چی تو؟ الناز نخند، زمین تعادلش به هم میریزه. ریدم تو تعادل زمین که با خنده من واقعا عجیبه. یعنی من نمیدونم اینا رو از کجاشون در میارن، ذهنشون چجوری اینا رو تولید میکنه. بعد حاجی من یه سوال مهمی که دارم، اینا مثلا پیش خانواده‌هاشون میرن مثلا دارم یا خاله دایی عمه مثلا میپرسن آقا چی کاره ای؟ من کلیپ‌های عاشقانه توی اینستاگرام میگیرم و بعد ویو حاجی ویو. ببین موقعی که من داشتم ویو واقعا بالاه. ویو 4-5 میلیون، لایک مثلا 100,000 تا 200,000 تا. بعد ما خودمون رو پاره میکنیم، لایک 2 تا، ویو 30 تا. ایرانی‌ها دلغکا رو دوست دارن. ببین این اصلا ولش، این پسره چی این هست چیز گرفته این لوح طلای یوتیوب، ولش کن دلم پره اصلا. نه برو اصلا اون نه. بریم سراغ ویدیو دوم دوستان بدون معطلی. ویدیوی دوم. ولی تو داری اشتباه میکنی اپریل. واقعا چرا دارم اشتباه میکنم؟ چون اومد دیوونه است، یه دیوونه عاشقانه. میدونی دیوونگی یعنی چی؟ نه تو میدونی؟ آره، ناتوانی تو ارتباط گرفتن، ناتوانی تو ابراز عشق. اپریل فرانک تو یه سخنران محشر اپریل از سیاه میتونی سفید بسازی با حرف زدن، چون تو کارت حاجی ایرانی هم نزدیکی یا بخوای بهم دست بزنی یا هر چیزی فکر کنم جیغ بزنم. بیخیال اپریل، تمومش کن. چون گوش کن، یه خبر برات دارم. دلم میخواد که بمیری. الان میگه من حاملم. اصلا چی شد تموم شد؟ من اصلا نفهمیدم جریان سر چی بود، چه اتفاقی افتاد بعد و اصلا چرا تموم شد. اپریل اون یکی حاجی ما معمولا تو آشپزخونه هم ازش استفاده میکنه. محمد ناموسا اپریل با پسره چی گفت حاجی؟ من نفهمیدم. جاناتان ماناتان بذار ببینیش. یه بار دیگه محمد بذار یه بار دیگه بچه سم و باید 2 بار دی. ولی تو داری اشتباه میکنی اپریل. واقعا چرا دارم اشتباه میکنم؟ چون اومد دیوونه است، یه دیوونه عاشقانه. میدونی دیوونگی یعنی چی؟ نه تو میدونی؟ آره، ناتوانی تو ارتباط گرفتن، ناتوانی تو ابراز عشق. اپریل فرانک از ولم کن اصلا دیگه نمیبینم. فرانک خود فرانکی و باباش فرانک صدا میکنه، بی پدر و مادر. فرانک چی بگم حاجی من باورم نمیشه.
چی دارم بگم؟ هی فرانک فرانک. بیا اینجا فرانک. او آپریل ظرفا کثیفه. ریدم تو اون ببین نویسنده تون رو ریدم تو مغزش. با شما دوتا کار نداره. آقا بریم ویدیو سوم ولش کن داداش، من قلبم ضعیفه واقعا. همین که امکانات داری داداش، استعداد نداری، همینه به دیگه. قرآن بیا آقا ویدیو سوم. فهمیدی داخل چیه؟ مادر سر نزدیک آجی دقیقا همینه. فقط به اون ماسکر رو بردار، موقع نظری پخش کردن همینه. بعد حالا این خوبه. ولی خب آقا ایرانیا میریزن داداش، یکی هم بده واسه داداشم، یکی هم بده واسه داداش آتیش. من مادرم خونه مریضه، یه دونه میدی واسش ببرم داداش؟ همسایه بغلیمون من همسایه بغلیمون تریلی 3 بار روش رد شده، 4 بار قطار زده تو قیافش، نمیتونه میگه بیاد یه بگیره. دونه بده من واسه اون ببر. ببین خدا اجرتو میده. ولی خدایی مغز ایرانیا رو واقعا داره، مغز واقعاً. ایرانیا رو باید باز کرد بوسید یه سریاشونو. همه از هوش مصنوعی. ایرانیا اگر الان داخل آمریکا بودن، آمریکا چندین برابر پیشرفت کرد. آمریکا مستعمره ما بود آجی. تمام شد. ولی جدی دارم میگم همه ایلان ماسک از هوش مصنوعی نمیدونم مغز درست میکنه فلان درست میکنه، اینا اومدن باش چی درست کردن. چی بگم من ای بابا نتونم. بابا. و اما همین این باورم سری نمیشه. خیلی ویدیو واسه کم آوردم، میدونم ناراحت میشی ولی اب نداره. اب شما نداره. دفعه بچه حمایت بکنم میریم سراغ بچه ویدیوهای بعد حمایت دیگه. کنید، لایک لاک ویدیو کنید، فراموش کامنت نشه. بذارید که ما انرژی بگیریم ویدیوهای بیشتری واسه شما دقیقاً. بسازیم. بریم آقا سراغ ویدیوی آخر و ببینیم که چی. فیلم زنت هما رو دیدی؟ مردم هوش مصنوعی استفاده میکنه. من دست کردم تو برات خرج کردم، من کف خیابون رو برات فرش کردم، من واسه داشتن تو نظم کردم، من درود فرشت فرست کردم، من با تنهایی دور ولت میکنم به تنهایی نکن یاسا قرمت. من با قرص اگه بپرسم چقدر قشنگ در آورده. با اون که داداشیمه، همون داداشی ها دوشیدنه، لباس کنده دیدنه. چقدر قشنگ بود آجی. واقعا عالی بود. ببین یعنی خیلی قشنگ. توی اکسپلور گردی های ما خب ویدیو همه شروور و کسافت دیگه خودتونم میدونی، ولی این دوتا آخریه واقعا حرفه‌ای ترین ویدیوهایی بود که میشد دید. جدا دارم قشنگ بود. از مغزشون استفاده کردن. حداقل مردم درس نمیخونن این کارا رو خوب بلدن. واقعا خوب در آوردن. آقا دم تک تکتون گرم. خواهش میکنم این چنل سلامتون. حمایت بکنید که ما انگیزه بگیریم و روزهای بیشتری واسهتون ویدیو بذاریم. فعلا هفته یک بار چهارشنبه ها داریم براتون ویدیو میذاریم، ولی اگر حمایتتون بیشتر بشه 100% تعداد ویدیوها رو تو هفته ایشالله که بیشتر حمایت می‌کنیم. میکنن. آقا محمد اصلا نزنین حرفو. بله، بچه‌ها بله. حمایت میکنن. حمایت کنید که خیلی توسه چرا زبونم میره، خیلی دوستتون دارم. بوس به کله تک تکتون و تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار. خدا نگهدار.